استاد فراهانی اولین نوآور و کارآفرین سبک عکاسی کودک در فضای باز در سال 93 ثبت لحظات بیش از 12,000 کودک در طی 10 سال کار حرفه‌ای و همچنین مدرس و مربی بیش از 50 طراح و عکاس هستند. تشریف بفرمایید لطفاً. سلام عرض میکنم خدمت شما هزار گرامی. خیلی ارزان عرض میکنم خدمت شما مهمانان عزیز، همکاران عزیز، آتلیه داران محترم، عکاسان عزیز، خیلی خوش اومدید. مجدد به افتخار خودتون. شاید سوال شد براتون چرا با این صدا وارد استیج شدم من. دلیل اصلیش اینه که ما برای اینکه به قلب کودکان و به قلب مشتریامون نفوذ کنیم باید یه پا بذاریم روی امیال شخصی خودمون، باید پا بذاریم روی چارچوب‌های ذهنی خودمون. من با این صدا دقیقاً میخواستم یه قبحی که اگر شما نسبت به این مراسم سمینار دارید بریزه و بدونید فراهانی کنار شماست و قراره تو این جلسه و تو این سمینار آموزه های خودش رو در اختیار شما بذاره به صورت تمام و کمال. بک‌گراندی که ما اینجا استفاده کردیم در واقع میشه گفتش که بک‌گراند واتر کالر یا اصطلاحاً آبرنگی هستش که از کجا تهیه شده؟ باب همایون تهران. شما یه سر برید باب همایون تهران به این مغازه هایی که در واقع یه پاساژی از مخصوص کت و شلواره طبقه -1 و -2 میتونید از این بک‌گراند سفارش بدید. ما اینو اونجا سفارش دادیم، حالت ابروبادی داره، جنسش بدک نیست، خوبه، ولی به قول معروف میشه گفتش که ما هر چند وقت یه بار اینا رو عوض میکنیم، آپدیتشون میکنیم. دکوری هم که خب در واقع دارید میبینید متشکل از یه صندلی لهستانی و یک کوزه سفالی و دختر گلم و فرزانه خانم مدیر هنریمون و شمدون و گل و پروانه نداریم. فقط برای نورپردازی این ایتم ها ما هم از نورهای ثابت استفاده میکنیم و هم از فلش های اکسترنال. فلش های اکسترنالمون هم ما طبیعتا برای اینکه انجام کارمون راحت تر باشه فلش باتری استفاده میکنیم. چرا؟ دلیل عمده‌اش اینه که هر جایی بخوایم در واقع ما میتونیم فلش هامون رو قرار بدیم. تو کابینت، بالای کابینت، پشت دکور، دغدغه این که سیمو بکشیم از این ور به اون ور رو دیگه نداریم. مراسمایی هم که میریم، اجراهایی هم که بیرون داریم و حتی همین سمیناری که شما میبینید از فلش های پورتابل استفاده کردیم. فلشی که اینجا استفاده شده، قبلش چیزی عرض کنم، تمام محتوایی که اینجا داره رکورد میشه به صورت ویدیویی کامل در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت به همراه فایل ادیت شده که قرار اینجا عکاسی بنده انجام شه. برای اینکه زیغ وقت نداشته باشیم بنده رکورد میکنم و به صورت تخصصی براتون آپلود میکنیم. نگران پس نباشید. اگر قسمتی هم از دستتون در رفت نگران نباشید. فیلم بگیرید ولی نگران این که صحنه از دستتون بره نباشید. فلشی که من الان میخوام استفاده کنم فلش AD400 پرو گوداکس هستش. مثل مرد داره برامون کار میکنه. تقریبا 5 ساله که ما داریم این فلش کار میکشیم و باتریش به مشکل نخورده. تقریبا با هر بار شارژی که ما این فلش رو انجام میدیم بین 500 تا 600 تا ما میتونیم عکس پورتره باش بگیریم. چرا از شطر انعکاسی استفاده کردیم و چرا اینقدر پترنش زیاده؟ برای اینکه ما وقتی سوژه هایی که استفاده میکنیم توی دکورهامون، اگر سوژه های ما 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر اصطلاحاً اگر جمع باشن باید از فلش انعکاسی استفاده کنیم، از چتر انعکاسی استفاده کنیم. چرا؟ چون بیشتر پوشش میده و با توجه به انعکاسی که داخلش رخ میده و پرده سافتی که روش هستش از پرده دیفیوزر استفاده میکنیم برای سافتنس شدنش. زاویه در واقع معروف ما برای عکاسی پورترمون هم 45 درجه هستش. دوربینی هم که بنده دارم الان استفاده میکنم دوربین سونی آلفا 7R مارک 4
چرا این دوربین انتخاب کردم؟ دلیل اصلیم به خاطر فوکس، مدار فوکس این دوربین هستش. لنزی که دارم استفاده میکنم لنز 50 میلیمتر دیافراگم 1.4 سری جی مستر هستش. چرا از این لنز استفاده میکنم؟ دقیقاً به خاطر اولا به خاطر محورهای فوکوسش هست که 4 محوره و به سرعت میتونه سابجکت رو فوکس کنه و این خب برای من خیلی مهمه. چرا؟ چون دارم از بچه‌ها عکاسی میکنم. الان بچه ثابته، ولی در مواردی هستش که بچه‌ها مادام در حال تغییرن، مادام در حال جنب و جوشه، ما نیاز داریم به لنزی که در واقع بتونیم با سرعت خیلی بالا فوکسشون کنیم. اکثرا فکر میکنم بعد تو سرعت بالا فریز انجام شه. نه، اول باید لنز ما دیتکت بکنه سوژه رو با سرعت بالا فوکس بکنه و بعد ما فریزش کنیم با شاتی که میزنیم. نورم هم نور AD 400 پره، روشنش میکنیم. اگه یه کوچولو بیایم جلوتر بهتر میشه. دقت کنید زاویه تابش نور چون نزدیک به سوژه هستش سایه‌شون روی بک‌گراند میفته. پس بهتره که یه مقدار ارتفاع فلشمون رو بیاریم بالاتر، زاویه فلش، سر فلش رو یه مقدار به سمت پایین میاریم و زاویه 45 رو رعایت میکنیم. خب اوکی. وقتی فلش به این شکل قرار میگیره سایه ها عموما پایین سوژه شکل میگیره، دیگه روی بک‌گراند ما نمیفته. پس بهتره که موقعی که داریم عکاسی از سوژه ها میکنیم ابتدا به ساکن سوژه‌مون جلوتر بیاد، از بک‌گراند فاصله داشته باشه، زاویه فلشمونم 45 درجه رو به بالا باشه. حالا کاری که انجام میدیم یه شات تست انجام میدیم. من میام پایین که بتونم شاتمو بهتر بگیرم. شات اول همیشه باید تست باشه بچه‌ها. یعنی من تجربه شخصی بنده تو این حدوداً 12,000 تا 13,000 تا بچه که عکاسی کردیم تو فرم‌های مختلف، فرمت‌های مختلف، سبک‌های مختلفی عکاسی کردیم، اولین شات هم اصلا نگاه نمی‌کنم دوربین من چه عددی داره. برخلاف تصور خیلی از دوستان میگن حتما نورسنجی کنیم نسبت به منحنی نورسنجی، ولی من نمیام تصور غلطی، ولی خب خیلی باگ و خطا داره. فقط تنها چیزی که برام مهمه دوست دارم که سوژه من از بک‌گراند کاملا جدا باشه و محو باشه. برای این موضوع من دیافراگمم رو روی بازترین حالت ممکن میذارم. دیافراگمم رو روی 1 و 2 میذارم و از سوژه‌ام درخواست میکنم که با همدیگه توی یه راستا قرار بگیرن، یعنی سرهاشون، هدشون توی یه راستا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه فوکس عقب و جلو نشه، مثلا بچه تار نشه مامانش فوکوس باشه. پس بهتره که موقعی که دیافراگمتون باز هستش سوژه ها مخصوصا ما میگیم در واقع چشماشون تو راستای هم باشه. شما میتونید از دیافراگم 1 و 2 هم پس استفاده کنید. پس چالشی نیست. اگر بخواید عمق تصویرتون بیشتر باشه، عمق میدان تصویرتون بیشتر باشه و اون هم عمدی میشه، یه جای دیافراگم رو میبندیم. ولی من میخوام و در واقع یه تاری ویژه‌ای در واقع از اینجای صورت مدلم به بک‌گراند بدم که بعدا میشه این کار تو فتوشاپ کرد، ولی من خب علاقه دارم که اپتیکال این کار رو انجام بدم. به صورت در واقع میشه گفتش که اپتیکال و توسط لنز هم به صورت مکانیکی این ثبت انجام بشه. این قابلیت من دیگه دوست ندارم توی فتوشاپ انجام بدم. خب وایت بالانس هم رو گرمتر میکنم. الان رو 3700 فلش های گوداک ساخته شدن روی کلوین 5400 تا 5800. کمپانی برای هر فلاشی که میسازه یه یوزر منوال داره. توی یوزر منوالش و اسپسیفیکیشن شما میتونید شرایط کلوین هر فلش رو مطالعه کنید که عموما چون عدد نامی بولدی هستش عموما روی باکس فلش رو نوشته میشه. یعنی شما وقتی فلش رو میخواید روی باکسش هم نوشته عدد دقیق وایت بالانس این فلش 5800. تریگر من X2 تیه، یعنی ترانسمیتر. این تی به خاطر ترانسمیتر بودنشه. از X2 برای چی استفاده کردم؟ من موقعی که میخوام مولتی لایتینگ انجام بدم که براتون یه مدل اجرا میکنم، نگران نباشید.
یه فلش اینجا دارم، یه فلش پشت دارم، یه فلش هم گوشه دارم، طبیعتا باید قدرت فلشم رو دسترسی بهش داشته باشم. من هی نمیتونم در واقع هم برم پشت فلشم و هم در واقع از اینجا شات بزنم. صحنه رو از دست میدم، سوژم دیگه شاید فرار کنه، دیگه شاید بچه وای نسته. پس از تریگرایی استفاده کنید که این تریگر بتونه در واقع سوژه شما رو حفظ کنه. یعنی من میگم تریگر حفظ میکنه. چرا؟ چون شما راحت از روی خود تریگر قدرت فلشتون تنظیم میکنید. گروه این فلش الان گروه A هستش. یعنی چی؟ فلش ها گروه بندی میشن. چرا؟ اگر این گروه A، اگر این شاخه نور A، شاخه نور دوم من اگر بیاد توی کارت باید بشه گروه B. گروه B رو من جدا تنظیم میکنم، گروه A رو جدا. تا گروه D ما میتونیم تنظیمات انجام بدیم که باز کاستومایز میتونید شما توی رادیو فلشاتون تعریف کنید. پس برای این فلشم که الان تو گروه A، من روی رادیو فلشم A رو کلیک میکنم و قدرت فلشم رو افزایش میدم. خب کلوین دوربینم الان رو 3700 عرض کردم میارم تقریبا روی 5800. شاتم الان تصویرم الان روی 5800. الان تقریبا شاتم خیلی ایدار شده، پس سرعت شاترمو بیشتر میکنم. ایزوم در حال حاضر عدد 100 هستش و سرعت شاترم رو 160. میتونم خواهش کنم که لحاظ سرشو بذاره روی سینه شما. لحاظ جان چشاتم ببند. آره یه مقدار رو سرشم باشه. بله چشا بسته. شما هم چشتون رو ببندید، سر رو به هم دیگه. بسیار عالی، خیلی عالی. هر چی حس برقرار میکنید با عکساتون میتونید انجام بدید، هیچ چالشی وجود نداره برای انجامش. یه مقدار تصویرم اووره، سرعت شاترم بیشتر میکنم. الان شاترم روی 1/400 ثانیه است. نکته‌ای که الان اینجا هستش اینه که من دارم با سرعت 1/400 ثانیه عکاسی میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه دیافراگمم بازه. ایزومم نمیخوام بالاتر از 100 بره. یعنی ایزومم پایینتر از 100 نمیاد. من نهایت ایزوم میشه 50، پایینتر نمیتونم بیارم. پس مجبورم سرعت شاترمو بوست کنم. سرعت شاترمو بیشتر میکنم و سوژه‌مو عکاسی میکنم. و الان در واقع عکسی که ما اینجا داریم بسیار عکس در واقع میشه گفتش که نرمال و با اکسپوژر مناسب عکاسی شده. تمام مشخصه‌ای که مربوط به فلش ها هستش تحت عنوان های اسپید سینکه. اگر فلشی مشخصه های اسپید سینک رو داشته باشه که با لوگوی H بغلش هم یه لوگوی فلشه، اگر با این مشخصه بود فلش شما به صورت های اسپید سینک هستش، یعنی میتونید با سرعت بالا، البته اینم عرض کنم فرستنده شما هم باید قابلیت ارسال تریگر فلشتون رو با سرعت بالا داشته باشه. یعنی فلشتون هم باید مجهز باشه به فرکانس 2.4 گیگاهرتز. چرا؟ به خاطر اینکه بتونه مدوله کنه، یعنی سیگنال تریگ رو فرکانس 2.4 گیگاهرتز ارسال بکنه به فلش. پس تریگرتون همه مهمتره. من با متل 400 تقریبا 11 سال پیشم تریگر سرعت بالا انجام دادم. چی جوری؟ با فرستنده سرعت بالا، با فرستنده که 2.4 گیگاهرتزه. فلش کارش اینه که فقط توی یه لحظه سیگنال تریگ رو بگیره، بعد از اون دیگه خیالتون راحت باشه. ولی اگر مشخصه اسپید سینک رو هم خود فلشتون داشتید مطمئن باشید که 100% با سرعت بالا میتونید سینک بشید. خب من میخوام یک کچ لایت در واقع اوور اکسپوز هم پشت سر سوژم داشته باشه. تو شات قبلی در واقع ما نوری که رو بک‌گراند انداخته بودیم جلوه خودش به بک‌گراند داده بود. دیگه تو این شات تصمیم گرفتیم اون نورم نباشه.
میخوام یه نور ثابتم، نور اصلیم یا کی لایتم روی سوژن باشه و نور کچ لایتم میخوام روی شولدر سوژن بندازم. دلیلش هم اینه که میخوام از بک‌گراند کامل جداش بکنم. خب فلش بکلایت هم AD300 پروه، یعنی تقریبا 100 جول پایین‌تر از اون یکیه. از نظر اسپسیفیکیشن ها هم یکی هستن، یعنی مشخصاتشون این همه، مشخصات نوریشون، کلوینیشون، پرتاب نورشون، تنظیم قدرتشون و استپ های در واقع تنظیم نورشون عین هم هستش، فرقی نداره. این فلش رو اونم روشن میکنیم. گروه این فلش الان رو گروه بیه. عرض کردم اگه گروه یه فلش A هستش، گروه فلش بعدیتون باید روی B باشه یا C باشه. دلیلش هم به خاطر اینکه تداخل نکنه روی فرستندمون. پس ما این رو روی گروه B میذاریم، دست به چیش نمیزنیم. فقط یه نکته خیلی مهم، چنل بندی هستش. چنل چی هستش توی تریگرها و فلش ها؟ مثلا شما یه آتلیه 2 طبقه هستین، طبقه بالا اگر چنل 1 شما باید چنل 2 باشید که کانالاتون روی هم دیگه سینک نشه. بالا مثلا عکاسی میکنن، پایین داره فلش میزنه، خب طبیعتا تداخل به وجود میاد. الان چنل من چنل 2 هست. چنل ها باید یکسان باشه، گروپ ها باید متفاوت باشه. گروپ A، گروپ B. طبق تنظیمات قبلی گروه A من قدرتش 1/32 جول بود، 1/32 نسبت به قدرت خودش، یعنی 400 جول ضرب در 1/32 که میشه یه عددی که اون میشه خروجی پرتاب نورتون. فلش گروه B هم از اینجا من تنظیم میکنم. یه مقدار چون الان پشت کرده به نورم، بهتره که من فلشم رو بیارم این برتر یا زاویه فلشم رو کلا عوض کنم. خب پس ترجیح میدم، چون الان در واقع کوچولو پشت کرده به ما، زاویه فلشمون رو تغییر میدیم. یعنی یه فلشمو میذارم این سمت و فلش کچ لایت رو میذارم این قسمت. دسته هم بگیریم. خب نوری که داره از سمت بک‌گراند به سوژه‌مون میخوره قدرتش زیاده، از 1/16 بود، من قدرتش رو کم میکنم 1/64 و شاتم رو میزنم. خب به چشمای هم نگاه کنید. یه کوچولو لاسرشو به چرخونه، یه ذره بیاد سمت به داخل‌تر. بسیار عالی. خب به چشمای هم نگاه کنید. بچه‌ها یه نکته خیلی باحال، ما تو روتین کارهای استودیو که داریم انجام میدیم، این سبک عکاسیامون سورپرایزه برای مشتریامون. یعنی وقتی مشتری میاد تو آتلیه میگیم حالا یه عکاسی پورتری فاین آرت داریم براتون، تایمش هم یه وقت تموم شده ها، ولی دقیقاً یکی از برگای برنده ما این که مشتریامون از ما راضی‌ان اینه که آخر که تایمشون تموم شده میگیم براتون سورپرایز داریم. میگه سورپرایزتون چیه؟ میگیم یه دکور فاین آرت مهمون مجموعه میخوایم ازتون عکاسی کنیم. بچه‌ها عالی کار میکنه، یعنی یه جوری مشتری ما چشماشون اصطلاحاً قلبی میشه که یعنی دوست ندارن جای دیگر رو امتحان کنن. ما واقعا با مشتریامون سعی کردیم تو این 4 سالی که بنده دارم بیزینس مطالعه میکنم یه ارتباط قلبی برقرار کنیم که دیگه جای دیگر رو انتخاب نکنن. با همین که ما براشون احترام به اینکه به فکرشون بودیم، اینکه دوستشون داشتیم. حالا کارتون دارم، بذارین این عکسو بگیرم. حالا وایسید، کلی بهتون ایده میدم، کلی بهتون در واقع قراره
کارهایی که من کردم و واقعا ازش نتیجه گرفتم قرار بهتون بدم. میخوام دست پر برید اینجا بیرون. میخوام دغدغه‌ای اگر دارید برای جذب مشتریتون، برای اینکه مشتری وفادار بسازید و همه رو شفاف در اختیارتون بذارم. بریم با هم دیگه اینو ببینیم. خب دسته هم بگیریم. هنوزم اون فلش چغره ببخش من اینجا میرم زودتر برسم. فلش خیلی چغره. سر من میارمش این برتر. یه هلال نور داره هی رو بک‌گراند میندازه. من میگم بابا بهتره که خب براش از عدسی و کاسه شیدر استفاده کنید. ولی من خواستم همون استاندارد با چیزی که اصلا دارم کارو ببرم جلو. خب 3 2 1. چرا 2 تا شات زدم؟ شات اول احتمال پلک هر کدوم از سوژه ها هست. تو شات دوم 100% جبران میشه. اصلا پلک زدنش حذف بشه. چه شبه ها؟ هم بخندین. عالی. فوق العاده شد. یه دونه دیگه. خیلی خوش اومدی. عالی شد بچه‌ها. اختلافشون و فاصله شما از سوژه خیلی مهمه. اگر من به سوژم نزدیک شم در واقع دارم عمق میدان پشت رو کم میکنم. در واقع من هرچی به سوژم نزدیکتر میشم اون فاصله کانونی که داره اتفاق میفته باعث فلویده میشه. من از دور وقتی عکاسی میکنم در واقع یه جوری دارم واید عکاسی میکنم. تو واید محور بودن لنز من باعث میشه که 2 تا سوژه من فوکس باشن. حالا میگم شاتاشو براتون بارگذاری میکنم با کیفیت بالا. من کیفیت دوربینم 64 مگاپیکسله. دوربینم روی 24 مگاپیکسل ست کردم. چرا؟ دلیل اینکه مشتریایی که میان پیش من بزرگترین سایزی که سفارش میدن 2:90. من 60 مگاپیکسل اندازه این پرده میتونم چاپ کنم. حداقل اندازه 3:9 من میتونم عکسمو چاپ کنم با 60 مگاپیکسل 350 دی پی آی. هیچ مشتری مثلا سفارش نمیده این سایزو. پس عملاً استوریج هم با چالش روبرو میشه. ذخیره سازی عکسام با چالش روبرو میشه. انتقال عکسام با چالش روبرو میشه. ترانسمیتر کردن عکسام بین سیستم‌ها تو شبکه‌ام با مشکل روبرو میشه. بالاخره هر چیزی یه ظرفیتی داره. توی ایران با نسبت به فرهنگی که مشتریای ما دارن بیشتر از سایز 2:90 من واقعیت تو این 10 سال کار تخصصی نداشتم. پس لازم نیستش که کوالیتی دوربینتون ته تهش باشه. یه سری از دوستان میگن ما میخوایم راه ادیت کنیم. عذرخواهی میکنم. چرا باید مثلا کوالیتی پایین‌تر باشه؟ تو راه که خب ماکسیمم توان دوربینه. یعنی عموما وقتی شما تنظیم میکنید رو راه ماکسیمم بازدهی که یه دوربین داره دارید شما عکاسی میکنید. 64 مگاپیکسل هست. و شما دغدغه‌ای ندارید. ما هدفمون اینه که فایلای جی پگی که از مشتری عکاسی میکنیم رو ذخیره سازی راحت داشته باشیم. حساب کنید روزی 5 تا 6 تا مشتری بیاد و بره. حداقل هر مشتری اگه 200 تا 250 تا عکس شما بخواید بگیرید روزانه میشه بین 1000 تا 2000 تا عکس. ذخیره سازیش خب خیلی مهمه که شما ذخیره سازی داشته باشید که با چالش روبرو نشید. اینا خب خیلی از چالشاییه که ما تقریبا تو این سالا بررسی کردیم، رسیدیم به اینکه اصلا مشتری فایل راه نمیخواد و ما هم فرمتی که داریم عکاسی میکنیم رو پیکچر پروفایل های نرمال هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونیم توی ادیتامون دستگاه راحتی داشته باشیم. کفایت میکنه. تجربه‌مو عرض میکنم و 100% عکسای فاین آرتی هم که ما ادیت کردیم به جز یه سری پورترهایی که در واقع میشه گفت لو لایت بودن، با نور کم بودن، کندل لایت بود، با نور شمع بود و در واقع میشه گفتش که با نورهای آمبیانت بسیار ضعیف. ما مثلا می اومدیم توی یه تصویری توی عکاسی شب از یه نور در واقع ثابت مثلا تیوب لایت استفاده میکردیم. این نور تیوب لایت هم برای اینکه قدرت خودش رو نشون بده ما می اومدیم رو فرمت را عکاسی میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه دیتیلی که عکس ما داره از بین نمیره. نویزش رو میتونستیم برطرف کنیم چون نور کمه. درسته دوربینمون دوربین خوبیه، لنزمون لنز خوبیه، ولی بالاخره نویز یه فکته، یه واقعیته. نویز تو همه تصویرها هست. بهتره برای عکسایی که دارید تو نور کم، عکاسی شب. بچه‌ها من یکی از تخصصام عکاسی کردن در
نور بسیار کم و شب هستش. یعنی شما من بفرستید توی یه مزرعه که تاریک و دارکه، من براتون واقعا با یه نورپردازی فوق العاده خاص میام عکاسی شب رو انجام میدم. انشالله توی کانالم قراره یه توتوریال از عکاسی شب بذارم. ما یه سبک سرخپوستی اجرا کردیم خیلی جالبه توی روستای وردیچ، اون تپه ها هست شبیه اسکلته. ما اونجا رفتیم، تایم گرگومی شد، اصلا یه غروب فوق العاده، یه آتیش روشن کردیم با یه بک‌گراندی از آسمون، من عکاسی شب انجام دادم. عکسو که ببینید واقعا من خودم عاشقش. هر بچه یه قلقی داره. ببینید ما که تغییر صدا میدیم، مثلا من صدام اینجوری میشه، این دلیل اصلیش به خاطر اینه که ما نفوذ کنیم به قلب بچه‌ها. پس چالش من به عنوان کسی که عکاس هستم و کار قراره با کودک انجام بدم، با بچه‌ها انجام بدم، تصمیم گرفتم صدامو عوض کنم. این چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌ها مستقیم میفهمن که تو داری با قلبشون ارتباط میگیری. 99% بچه‌هایی که به جرئت میگم میان پیش ما عکاسی میکنن، ما با تغییر صدایی که ایجاد میکنیم خانواده‌ها هنگ میکنن که چجوری دارید با بچه‌ها ارتباط برقرار میکنید، چقدر سریع با شما دوست میشن فقط با همین صداه. حس میکنن شما میای تو دنیای بچه‌ها، با ارتباط میگیرن. این یه پلیتیکه. پلیتیک دوم چیه؟ یه گیفت و کادو کنارمون میشونیم، میبیننش و همکاری میکنن، فقط در شرایطی که خوابالو باشن، شرایطی که در واقع بچه از خونه ساپورت نشده باشه. یعنی چی؟ تو خونه تورا مامان بابا دعوا کردن، خیلی داشتیم مشتری اینجور دعوا کردن، رسیدن که به ما بچه‌ها شروع کردن مثلا بابا کردن، که بعد ازشون روانشناسی دیگه خوندیم ما دیگه این همه مدت. پرسیدیم آقا چی شده؟ با هم تورا نزاع نداشتید؟ بابا میگه چرا؟ مثلا خانمم گیر داد و فلان، منم عصبی شدم. باعث شده بود که بچه میاد اونجا اصلا حوصله ما رو نداشته باشه. یه تایم دیگه دادیم بهش، گفتیم آرامشو براش فراهم کن. وقتی اومدن پیشمون چه حسی داشتیم؟ اینکه بچه خیلی همکاری کرد با ما و ما حس خوبی داشتیم نسبت به اینکه تونستیم روانشناسی اون بچه رو انجام بدیم. نکته مهم برای مشتریتون بازه تعریف نکنید بچه‌ها که باید تو این تایم عکاسیتون تموم شه، دیگه هم تایمی نره، تایمت سوخت میشه، دیگه اون مشتری پیش شما نمیاد. مشتریای من که وفادار شدن به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده. یکی دیگه از پلنایی که ما داشتیم برای مشتری بود که اگر بچه مشتری با من همکاری نمی‌کرد، من چیکار می‌کردم؟ میگفتم اشکال نداره، چالشی نیست، یه تایم دیگه بهتون میدم، مجدد تشریف بیاری، پذیراتون هستیم. باورتون شاید نمیشه چقدر کار میکنه بچه‌ها، خیلی کار میکنه و واقعا مشتری وفادار میشن. از 10 نفر چند تا مشتری مگه این اتفاق براشون میفته؟ یه دونه. ما میگیم 10%، اشکال نداره تو این 100%، 10% اگر دلشون رو به دست بیاریم، به تبع اونا برای شما بسیار مشتری خلق میکنن، بسیار برای شما مشتری میارن. من دیگه واقعا اینو دارم از قلبم میگم بچه‌ها، من تجربه کردم، برکات انقدر تو کار ما زیاد شد، مخصوصا از موقعی که با مدیریت بیشتر، با فکر بیشتر و اتاق فکرایی که با بچه‌ها گذاشتیم، رسیدیم به این قضیه که اگر با مشتری کنار بیایم، حتی به خاطر این چیزای ساده، مشتری دیر میرسه، هممون میریزیم به هم، مشتری بعدی الان میاد، اشکال نداره، تشریف بیارید تو اتاق انتظار بشینید، تا جایی که تایمتون بود عکاسی میکنیم، استراحت بکنید، مشتری بعدی احتمالاً میاد، ما کارشو شروع میکنیم، بعد کار شما رو استارت میکنیم. مشتری اصلا چشش واقعا قلبی میشه، میگه وای عجب کار باحالی. ما اکثر مشتریمون بچه‌ها که میان پیشمون دیگه تقریبا میشه گفتش که ثابت شدن و هی هم روز به روز دارن مشتری خلق میکنن خودشون. این بهترین روش تبلیغه و خدا رو شکر الحمدلله ما این چالش رو حل کردیم. استاد من این قلب رو بفرستم. خب من تیوبلایت هم بچه معرفی کنم بهتون. ما خیلی عادت داریم تو عکسامون نورای رنگی استفاده کنیم، شما هم عادت کنید. تیوبلایت های گوداکسه بچه، من اسپانسرم نیستم ولی خب خیلی دوستش دارم، واقعیت خیلی بهم انرژی میده، یعنی چون ذهنم رو باز میکنه. یه جایی میخوام تصویرم درام باشه، ترسناک باشه، مثل هالووین نور قرمز میاد. یه جایی میخوام در واقع
دراماتیک بودن تصویرمو بیشتر کنم، من میام با هیوی این که با یه هیو متغیری که داره تقریبا 360 درجه هیو داره، میتونید شما خیلی راحت رنگ‌های دراماتیک، رنگ‌های در واقع سورئال رو با این کرییت کنید. یه سری عکسای ما تو پیج می‌بینید تو بک‌گراند یه نور آبیه، انگار مثلا از یه پنجره نور آبی اومده. اینه همین بچه‌ست، این کوچولو. با همین کوچولو ما داریم این کار انجام میدیم. حالا برای اینکه دستمون بازتر باشه ما اومدیم 2 تا TLC خریدیم. اینا TLC، سی فارسی، عدد سی. 2 تا TLC خریدیم، یه TL60. کاملا برای نورپردازی رنگیمون دستمون بازه. یه سری از چالش بچه‌ها اینه که میگن ما میخوایم مثلا عکاسیایی بکنیم، یه سری عکسای روسی دیدیم بک‌گراند مثلا سوژه نور زردی گلو زرد خوشگل افتاده، چی جوری اینو درست میکنن؟ خیلی راحت. این فلش رو من باز میکنم، جا پیچ داره بچه‌ها. این پیچش رو من اینجا میبندم. میخوام یک کچ لایت زرد رنگ داشته باشم رو سوژه. میکارمش و روشنش میکنم، میارمش روی هیو. الان عدد هیون بچه روی 20، سچورم هم 100، برایتنسش رو حالا زیاد میکنم و این نور چیز هم افکت هم داره، پولیسیا. یه قسمت دیم کنترل یا همون دیمر داره، قدرتش رو زیاد میکنه. خب یه عکس پسر بچه هستش رو نردبون نشسته، قشنگ بود. به به. خب دقیقاً با همین نور عکاسی شده بچه‌ها، دقیقاً با همین نور عکاسی شده، با همین تقریباً کلوین و هیو. حالا توی اون تفاوتشون رو گذاشتم پشت کوچولو و موهاش چون سیخ سیخیه، این کچ لایتی که میندازه دور موهاش خیلی جذاب میشه. به چقدر راحت شما چون باریک هم هست دیده نمیشه. شما چالش در واقع فلش رو دارید که مثلا پشت سوژه یه چیز بولد و یه چیز گرد میفته، ببین چقدر راحت پشت سوژه‌تون میتونید نور پردازی کنید. فقط دقت کنید چون شدت نور لومنی که این در واقع TLC داره، شدت پرتاب نوری که این TLC داره در واقع اونقدی نیستش که در واقع شما بتونید با فلش بخواید مقایسهش بکنید. پس من فلش برای نور پردازی اصلا استفاده نمی‌کنم. نور ثابت. اینم خاموش میکنه، اینم میاد کنار. ما اینجور مواقع از سی استند استفاده میکنیم بچه‌ها. سی استند خوبیش اینه که مثلا میذاریمش کنار، میکشیم میریم قشنگ جلو مثلا تا اینجا. مثلا قشنگ رو سوژه‌مون رو کاور میکنه. خود همین کفایت میکنه. چرا؟ دیافم 1 و 2. الان ببینید سوژه‌م قشنگ کاور شد. کافیه. خودش هم در حدی هستش که نور رو سافت کنه برام. کفایت میکنه. ما سخت نمیگیریم. اینجا دقیقاً یه جایی که شما عملاً من دارم کاری رو انجام میدم که دارم میفروشمشم. راحتم دارم میفروشمش. همه هم دوستش دارن. دیگه واقعا یه سریا یه چالشایی دارن که میگن که نه فقط باید مثلا صاف باکس فلان روش باشه، حتما باید از پارابولیک استفاده شه. نه اینطوری نیست. من دارم یه چیزی با چشمم میبینم، با چشمم لمس میکنم، عکاسی میکنم و ثبتش میکنم. چالشی نداشته باشید. فقط اجرا کنید. بچه‌ها اون چیزی که تو ذهنتونه رو با یه سری ابزارهایی که حالا با قیمت مناسب میتونید بخرید اجرا کنید. الان در واقع میشه گفت این با کلوین ست شده، کلوینش رو 2700، قدرتم هم دیمرم هم روی 100 هستش. موقعی که دارید با نورای دیمر کار میکنید، اصطلاحا نورای ثابت یا کانتینیوس دارید کار میکنید، چون از نور محیط افکت میگیره، بازخورد میگیره، چراغا رو یه 10 دقیقه خاموش کنید، اشکال نداره. مشتری خوشش میاد، چه باحال، چه رویایی شد، واقعا خوششون میاد، میگه چقدر باحال، کل مجموعه رو خاموش کردی، 250 متر سالن رو خاموش کردی به خاطر این عکس.
پرده ها و شیدرها رو ما میکشیم، تاریک میکنیم برای عکس‌های هنری. البته ما تو استودیو بچه‌ها اومدیم یه فضایی درست کردیم، پرده هامونو که میدیم پایین، پرده های در واقع فونامونو که میدیم پایین اصلا تاریک میشه، یه راحت میتونین عکسامون رو بگیرید. ولی خب در واقع من میام رادیو فلاشمو خاموش میکنم و اون چیزی که در واقع دارم لایو رو تصویرم میبینم نورسنجی میکنم، شاترم میارم پایین. ایزون بچه‌ها الان روی عدد 200، عجب نوری شد واقعا. خب یه کچلایت فوق العاده افتاده دور موهاشون. عدد کلوین رو فقط بچه‌ها از 5700 دارم میارم پایین. عددش الان روی 4100 تا 4000. یکم موهای لاجون رو میتونی بدی الان. دخترم افتخار داده اومده رو استیج. الان اگه ما آتلیه بودیم اینجا رو سر من بود. ویدیوهاش هست، مستند هست، بعداً بهتون نشون بدم. جدی میدم. بله بسیار عالی. چشو بسته بابا. 3 2 1. خیلی خوشگل شد. برای اینکه باز نور رو نقطه‌ای تر و کوچیک‌تر کنم، روزنه رو مقوا درست کردم، گذاشتم رو کاسه فلشم. ستاره ها در محدودیت هاست که رشد میکنن. واقعا بچه ها من توی یه محدودیت های خودم رشد کردم و آرزوم بود این که اینجا باشم خدمت شما برای اینکه انتقال تجربیاتم رو بدم خدمتتون. به خاطر اینکه من وقتی تو دوران جوونیم تو شروع کارم بودم، چالشم بود یه همچین شرایطی فراهم بشه رایگان، من برم اونجا شرکت کنم، یکی به من بگه آقا این نور اینجوری بذار. واقعا بستر رشد منفی بود، یکم نبود. الان بستر رشد 100 واقعا. من تو بستر منفی رشد کردم، نه یوتیوبی بود به این شکل، نه فرومی بود، نه تاپیکی بود، فقط یه فیسبوک. عکاسا می اومدن فخر میفروختن، من قصه میخوردم. دیگه شبانه روزمو گذاشتم پای یادگیریام. از سوراخ‌ها و روزنه‌های یاد گرفتم که واقعا الان براتون تعریف کنم شاید خندتون بگیره. انقدر واسه این نون رایگان کار کردم که یاد بگیرم آقا چجوری اصلا این دوربین بیاد دست من. تریگر X2T که همون سری ترانسمیترش میشه، قیمتش بین 2 تا 3 تومنه، این چون نوسان دلار داره. تیوب لایت های TLC بین تقریبا 2.5 تا 4 تومنه. یعنی شما میتونید هم گوداکس بخرید، هم به نان لایت بخرید، هم الان یه سری ورژن چینی اومده ارزان‌تر ولی کوالیتیش خیلی پایینه. TL60 دوربر 8.5 تا 9 تومنه، بزرگه. حالا اینجا هست میارم ببینید. گوداکس AD400 واقعا قیمت فلشش خوبه نسبت به فلش‌های چینی، واقعا عالی داره کار میکنه. واقعا عالی داره کار میکنه، ارزش خرید داره. ببین این باتری که پشت اینه، انقدر ما از این کار کشیم گفتیم دیگه سال اول بعد این قیدشو بزنیم. اینو تازه خریدم، Y300S، یه برند چینیه، عالیه، ویدیو لایت عالیه واقعا. 300 بچه این 300 الان نان لایت رو بخرید 40 میلیونه، من اینو خریدم 10 تومن، فوق العاده بود قیمتش. نور ثابت عالی، ما الان با این داریم پورتره هم میگیریم، فوق العاده است. تقریبا به اندازه یه قدرت فلش 100 جول داره به من قدرت فلش میده، به اندازه فلش 100 جول. نور ثابت ها، کانتینیوس ها، دیگه من چالشی ندارم. عکسای چیزامو دیدید توی پیج گلخونه رو، عکساشو ندیدید، ویدیوشو دیدین. عکساشو کلا با نور ثابت داریم میگیریم. چرا نور ثابت؟ حالا دلیل اصلی این که ما نور ثابت استفاده میکنیم برای بچه‌های پرهیجان و پرشوره. چرا؟ فریزشون که میخوای بکنی یهو پریده اومده اون جلو، فلش نمیبینه اینو. ولی من نور ثابتم که دارم میبینم، میدونم شعاع نور ثابتم کجاست، سریع بچه‌ها رو کچ میکنه. اجازه نمیدم بچه اصلا از مدار دوربین من خارج بشه. پس نور ثابت خیلی خوبه، ترجیحاً این عالیه، واقعا عالیه بچه. ما الان جدیدن که مثلا برای یه سری مراسمات میریم برای عکاسی، مخصوصا تولدا، فیلم برداره چالششون اینه آقا فلش نزن، پدر ما رو در آوردی، 2 تا نور ثابت ببر، کل مراسمتون رو میگیرید. اینو به جرئت میگم چون ما داریم میکنیم.
من منتورم، من خودم تجربه کننده این راهم و دارم انجامش میدم هر روز. بچه شما باید برای محصولاتتون یه سری در واقع ارزش پیشنهادی بذارید، یه سری چیزا باید توش بذارید که مشتریتون راغب باشه به خرید اون بیشتره. برای پکیج بیشترتون چه کاری انجام میدید؟ چه آفری میذارید؟ برای اون حداقل دارید چیکار میکنید؟ خب حداقل منم دارم میپرسن، از 100 نفر دارن 30 نفر میپرسن. ما چی بهشون میگیم؟ میگیم بله که داریم، این قیمته، ولی اینم داریم. بچه موقع پرزنت وقت بذارید براشون. اصلا این که من کلافم الان حوصله ندارم فلان اینا نه. اگر حوصله نداری شماره‌شو بگیر، عزیز دلم در اسرع وقت بچهای فروش باهاتون تماس میگیرن. آروم که شدی، ذهنت که آروم شد، زنگ بزن بهش، وقت بذار براش، ازش بپرس چی مد نظر شماست. ما اومدیم یه همچین چیزی تهیه کردیم، 2 عکس فلان قیمت، ولی من یه پیشنهاد ویژه براتون دارم. پیشنهاد ویژه‌تون چیه؟ مشتاق میشه بشنوه. 1 ساعت تایم اختصاصی داری، 5 تا عکس میگیری، 5 تا فایلش هم بهت میدم که بچه‌ها قابلیت چاپ هم بهش بگید داره. طرف چالشش این عکسی که بهش میدی بی کیفیته. شما وقتی داری یه عکس رو به مشتری میدی دیگه پولشو گرفتی، چالش نداشته باش برای اینکه فایلشو بهش ندی. وقتی فایل رو بهش میدی مطمئن باش اون گره ذهن طرف وقتی باز میکنی، وقتی اون فایل رو هم بهش میدی، طرف دیگه خیالش راحت میشه از خرید کردن از شما، حتی بیشتر. اسمشه برای 5 تا میاد. ما اومدیم بچه‌ها یه تحلیلی کردیم، از بین 90 تا مشتری که تو ماه برای ما اومدن، 60 تاشون پکیج 1 ساعته منو خریدن، 20 تاشون پکیج 2 ساعته منو خریدن، 10 تاشون پکیج آلبوم منو خریده بودن. جالب اینجاست ما اومدیم تحلیل کردیم تو قیمت‌ها، تو بحث برآورد مالی، تو بحث در واقع استراتژی فروشی که داشتیم بررسی کردیم، دیدیم اونایی که 1 ساعت فروخته شدن از همه اونا بیشتر خریدن. مجموعشون که هیچی، مثلا طرف اومده بود برای 1,900 5 تومن خریده بود، پکیج 2 ساعته من 4,400 بود دیگه. 2 ساعته منو نخریده بود، اومده بود 1 ساعته رو خریده بود، ولی 5,900 5,500 6 تومن خرید کرده بود. این یعنی چی؟ این یعنی همون اتفاق مثبت. مشتری چون شما رو نمیشناسه، چون نمیدونه شما ذهنتون تو چه فازیه، بهتون اعتماد نمیکنه. دفعه اول میاد تو فضاتون، رفتارتون رو میبینه، معنیشتون رو میبینه، شما رو بررسی میکنه، تو الگوریتمای ذهن خود شما رو تحلیل میکنه. بعد که دید همه اون پارامترها رو دارید شما تیک میزنید، ازتون خرید بیشتر رو انجام میده. من اینو باش زندگی کردم، رسیدم به این قضیه که باید این شکلی با مشتری رفتار بشه.